رونالدو از این افسر پلیس به خاطر کاری که با بوگاتیش کرد شدیداً متنفره. یه روز بعد از ظهر رونالدو و جورجینیو در حال خوردن نهار بودن که ناگهان تماسی از یه شماره ناشناس روی گوشی رونالدو ظاهر شد. مردی گفت سلام پسرتون جونیور در این تصادف ماشین آسیب دیده و شما باید فوراً خودتون رو به بیمارستان برسونید. رونالدو حتی غذاشو تموم نکرد و کلیدای بوگاتیش رو برداشت و به همراه جورجینیو به سرعت به سمت بیمارستان حرکت کردند. اما ناگهان یه افسر پلیس اونها رو متوقف کرد. افسر میگفت آقای رونالدو شما به شدت از سرعت مجاز فراتر رفتید و این $1000 جریمه داره. رونالدو کارت بانکیش رو در آورد تا همونجا سریعا پرداخت کنه، اما افسر سرش رو تکون داد و گفت ما کارت قبول نمی‌کنیم. رونالدو پول نقدم نداشت و افسر که عصبانی شده بود کار عجیبی انجام داد و کلیدای ماشین رونالدو رو برداشت. رونالدو سعی کرد آروم بمونه و گفت لطفاً پسرم آسیب دیده باید فوراً به بیمارستان برم، اما افسر بازم اجازه حرکت به خودرو نداد. جورجینو سپس به آن سوی خیابون اشاره کرد و گفت عزیزم ببین یه نمایشگاه ماشین اونجاست، چرا یه ماشین دیگه نمیگیری؟ رونالدو به اون نگاه کرد و چند ثانیه فکر کرد و گفت بزن بریم. مستقیما به نمایشگاه رفتن و چند دقیقه بعد با کلیدای یه رولز رویس جدید بیرون اومدن. افسر پلیس یخ زد و گفت صبر کن ببینم تو همین الان یه ماشین دیگه خریدی؟ رونالدو بدون هیچ حرفی به همراه جورجینو دوباره راه افتاد. اگر